بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق، به خصوص علاقمندان برنامه لحظه های آسمانی، ویژه برنامه رمضانی از شبکه جهانی وصال حق. الله متعال را سپاسگزارم که باز هم برای ما توفیق عطا فرمود تا در خدمت شما عزیزان از طریق این برنامه قرآنی حضور داشته باشیم. به امید که تا این دم همه شما عزیزان از صحت و عافیت خوبی برخوردار بوده و لباس عافیت در تن داشته باشید. جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری مهمان امروز برنامه لحظه های آسمانی است. ایشان را در استودیو با خود داریم. خدمت حضور ایشان نیز عرض سلام و ادب نموده و ای را به برنامه خوش آمدید عرض می داریم. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید جناب مولانا. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد کریمی عزیز و خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از اینکه ماه مبارک رمضان هست، ماه نزول قرآن، ماه انفاق و صدقات، ماه دید و بازدید اغنیا از فقرا، ماهی است که الله متعال بندگان دارای سرمایه دارشان را، بندگانی که دارا هستند و سرمایه دارن، امر میکنند تا که انفاق بکنند برای مسلمانان جهان. ما هم در این روز موضوع انفاق و شروط آن در قرآن را در برنامه لحظه های آسمانی با جناب مولانا صاحب در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا از جناب مولانا صاحب میپرسیم که انفاق در قرآن و جایگاه آن چی است؟ تشکر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. مسئله انفاق جناب استاد کریمی عزیز یک مسئله بسیار وسیع و بسیار مسئله بزرگ در قرآن عظیم الشان مطرح است. اگر بخواهیم که فقط آیات قرآن که پیرامون انفاق و نفقه اشاره شده، ساعت ها می خواهد که به اون آیات اشاره کرد. فقط نمونتاً چند آیه مختصرا اشاره می کنم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وانفقوا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که تنها به این نمی شود که انسان روی خود را طرف مشرق و مغرب بگردانه، این نیکی نیست، بلکه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر و آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین، تا اینکه انفاق کنه از اون مالی که الله سبحانه و تعالی برایش داده و به دسترسش گذاشته و به خدمتش قرار داده، برای ذوی القربى و فقرا و مساکین و اینها. یعنی در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میخواه اهمیت انفاق و اهمیت کمک برای فقرا و برای مستضعفین و برای ذوی القربى و برای مساکین را بیان بکنه. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید: یسألونک ماذا ينفقون. وقتی از تو سوال میکنن پیامبر درباره انفاق، چگونه انفاقی باشه، چگونه نفقی باشه و چگونه ما انفاق داشته باشیم،
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین الی آخر آیه. بگو که انفاق از او مالی که الله در دسترس شما قرار داده، از او خیری که در دسترس شما قرار داده برای والدین و برای اقربا و خویشاوندان و مساکین و بالاخره اونهایی که در آیه ذکر شده. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای اهل ایمان، شما انفاق کنید، نفقه کنید در راه الله سبحانه و تعالی پیش از این که روزی بیایه که در آن روز هیچ بیع و شرایی نیست و هیچ بیع و شرایی به درد شما نمیخوره. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرمایه که در بدایت اشاره کردم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل کسانی که در راه الله انفاق میکنن مثل یک فلاح یا یک مزرعگر و بالاخره یک کسی که کشت و زراعت داره. یک دانر وقتی بذر میکنه و میکاره، الله سبحانه و تعالی عوض یک دانه چندین دانه، 7 دانه و بالاخره بیشتر. در این آیه این مثال رو بیان میکنه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت، یک حبه 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبه. در یک دانه خوشه بیرون میشه و از هر خوشه بالاخره 7 و 70. در ادامه آیه میگه والله یضاعف لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی در ازو مضاعف میکنه و خداوند بهتر میفهمه که به چی اندازه میرسه. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی پیرامون انفاق و پیرامون نفقه و پیرامون انفاق در راه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای کسانی که ایمان آورده اید شما را هلاک نسازه مالهای شما را هلاک نسازه اولادهای شما را از ذکر الله سبحانه و تعالی، شما را غافل نسازه. اینها اگر مال شما و اولاد شما را غافل کرد، این را بدانید که اولئکم الخاسرون، این گروه میشن از جمله زیانکاران. در ادامه این آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. شما انفاق کنید در راه الله سبحانه و تعالی پیش از این که مرگ به سراغ شما می آید. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. وقتی ملک الموت به بالین انسان می نشینه، این انسان از خداوند آرزو میکنه که ای الله برای من مهلت بدی. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. ای الله یک لحظه برای من مهلت بده، یک فرصت 10 دقیقه 15 دقیقه بیشتر یا کمتر، تا چه کار بکنن؟ این انسان از خدا وقتی آرزو میکنه میخواد چی انجام بده؟ فاصدق و اکن من الصالحین، تا من صدقه بدم، تا اینکه انفاق داشته باشم. اینجا مفسرین میفرمایند که این شخصی که در لحظات اخیر آرزوی دنیا و آرزوی حیات و آرزوی زنده ماندن داره، نمیگه که یا الله فرصت بده تا من نماز بخوانم، روزه بگیرم، زکات، حج برم و بالاخره حتی جهاد برم. چرا میگه فاصدق و اکن من الصالحین؟ چون انسانی که وقتی مرگ به سراغش میایه، اولین چیزی که از عبادات خود ثمره و نتیجه او میبینه بحث صدقه هست. وقتی میفهمه که این صدقهش چقدر در لحظات سکرات موت به دردش خورده، چقدر در ابتدا و بدایت مسیر آخرت به دردش میخوره، اینجا میگه فاصدق و اکن من الصالحین. آیه دیگر هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، یا عبارت دیگر الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. کسانی که در راه الله انفاق میکنن در شب یا در روز، در شب و روز، سر و علانیه، در حال پنهان و آشکار، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برای اینها به نزد الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش عظیم و بزرگ است و اینها هیچ غم و هیچ اندوهی و هیچ پریشانی در روز قیامت ندارند. از این قبیل آیات الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان، از بدایت قرآن تا آخر قرآن وقتی که نگاه میکنیم، ما خیلی کم سوره داریم که در از اون سوره بحث از انفاق و بحث از نفقه و بحث از کمک و بحث از همیاری و همکاری
فکر میکنم که خیلی کم سوره داریم که در از آن مسئله انفاق مطرح نشده باشه. جزاک الله خیرا. همان گونه که ماه مبارک رمضان ماه کمک و همکاری برای فقرا هست، واقعا این نعمت بزرگ است که انسان ها باید در این ماه مبارک رمضان کوتاهی نکنند. آیا انفاق کردن مختص کسانی که دارا هستند مختص آنهاست و یا برای دیگران هم این انفاق وجود دارد؟ مسئله انفاق یک لفظ عام هست. وقتی که ما بحث از انفاق میگیم، الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی مسئله انفاق را مطرح میکنه. انفقو میگه، ینفقون میگه. صدقه فرضی و نفلی هر دو شامل میشه. اولا بحث انفاق که وقتی زکات باشه و صدقه فرضی باشه تعلق برای اغنیاء است، برای اشخاصی که مالک نصاب میشن، برای اشخاصی که در بحث فرضیت زکات که هر شی و یا جنسی که از خود مقداری داره و اندازه داره، وقتی مالک نصاب شدن و او شروط سال گذشت و بالاخره از طلا بود چه اندازه، از نقره بود چه اندازه و درهم و دینار بود چه اندازه، او یک بحث کلی و بحث فقهی سر جای خود. اما میمانه که مسئله انفاق برای همه شامل هست. تنها نیه که ما در ماه مبارک رمضان فکر کنیم که انفاق فقط کار اغنیا هست و اغنیا شروع میکنن به نفقه دادن و میشن جز صدقه، اشخاصی که صدقه میدن. وقتی در روایات و در احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم که تنها مسئله انفاق مسئله سرمایه نیست، مسئله سرمایه مادی نیست که انسان پول داشته باشه. ما انفاق در راه الله سبحانه و تعالی، اشخاصی که مصروف درس و تعلیم هستند، مصروف تدریس هستند، اینها در حقیقت انفاق میکنن از علم خود. علما از علم خود انفاق دارن. میبینیم که یک شخص قلم داره و اهل قلم هست، از قلم خود انفاق میکنه در راه بیداری امت اسلامی. و یک شخص از سرمایه خود انفاق میکنه و یک شخص از زور و قوت و بازوی خود انفاق میکنه. یک قدرتمند هست، قدرت داره، انسان نیکی شایسته مسلمان، دست ظالم را از سر مظلومین کوتاه میکنه و مظلوم را از چنگ ظالم نجات میده، خود از این انفاق هست. اما میایم در این قضیه که شاید بینندگان عزیز ما به این فکر بفتن خب من قدرت ندارم که از قدرت خود انفاق بکنم، من سرمایه ندارم، ثروت ندارم که از سرمایه خود انفاق بکنم. شاید فکر بکنن که حتی علمم ندارم که از علم خود انفاق بکنم و زور و قوت و بازوام ندارم که از این. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الکلم الطیب صدقه، سخن نیکو صدقه هست. هر انسان میتونه برای برادر مسلمان خود وقتی روبرو میشه، وقتی با او حرف میزنه، سخن نیکو و قولوا للناس حسنا، این یک صدقه هست، این یک انفاق هست. از جمله مسائل انفاق و صدقه اینه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حتی تبسم به روی برادر مسلمان خود صدقه هست، صدقه هست. پس بناهن خود این مسئله است که اغنیا، فقرا، تمام اقشار میتونن شامل بشن و جز منفقین و جز کسانی که انفاق میکنن باشن. و همچنین در روایات دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه، این وظیفه، این کاری که انجام داده، خود این صدقه هست. و حتی جناب استاد کریمی صاحب خیلی رحمت الله سبحانه و تعالی اینقدر وسیع هست که همان فقیری که فقط از صبح تا شام زحمت میکشه و لقمه نان را آماده میکنه برای زن و فرزند و عیال خود، همین اشیا و غذا و آذوقه و نان خشکی که به خانه خود انتقال میده که زن و فرزندش استفاده میکنن، ای جز منفقین، جز انفاق کنندگان نوشته میشه. یعنی در راه الله ای هم صدقه داده. و از همه این که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند اتقوا النار ولو بشق التمر،
شما خود را وقایه کنیم، حفظ کنیم از آتش جهنم ولو به نصف خرما باشه. حالا و این حدیث که نصف خرما گفته شده به اینه که یعنی فقرا هم باید که ایثار داشته باشن، فقرا هم فداکاری داشته باشن. یعنی چی خوبه که صفت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، صحابه دارای چنین صفتی بودن که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در راه الله سبحانه و تعالی صحابه چنان انفاق میکردن، چنان ایثار میکردن، او چیزی که سخت خود اینا ضرورت داشتن برای دیگران میدادن. این ایثار صحابه و ما هم وقتی میگیم ما پیرو اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، پیرو بزرگان دینیم، پیرو سلف صالحینیم، باید که به هر درجه‌ای که هستیم شما ببینیم زیبایی دین در اینه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه لیبلوکم ایکم احسن عملا. در این آیه مبارکه وقتی میفرمایم همه شما در تحت ابتلا و آزمایش هستید، لیبلوکم، شما ابتلا میشیم، آزمایش میشیم، ایکم احسن عملا، کدام یک از شما که نیکتر، احسنتر، به وجه احسن عمل را انجام میده. اگر در جای احسن اکثر می بود این جنسان با مشقت میفتاد. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس الله سبحانه و تعالی از ما اکثر نخواسته، از ما احسن خواسته. مهمترین چیز در زندگی انسان اینه که انسان عملی را انجام بده که احسن باشه. پس بناهن حتی ببینیم بهترین عمل همونه که ادومها باشه و این اقل، دوام داشته باشه ولو که کم باشه. پس بناهن فقرای ما، مساکین ما، مستضعفینی که در جامعه هستن، اینها هم میتونن اگر حتی ولو که 50 افغانی عاید دارن در روز، 10 افغانی نگاه کنن با یک فقیری که از اونها فقیرتر هست، به او انفاق کنن. اگر باز نمیتونن مالی، طرفش یک تبسم داشته باشن. اگر تبسم نمیتونن و بالاخره همه هم از اونا گرفته شده، لا اقل رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی که از دست شما و زبان شما در امان باشه، یعنی اذیت نبینه، همین حرکت شما هم صدقه هست، همین حرکت شما هم جزء حسنات هست که در پله حسنات شما. پس بناهن مسئله انفاق یک لفظ عام هست، شامل میشه فقرا، مستضعفین، اغنیا، همه. و تعاونوا علی البر، اصلا خود صدقه یک بر هست. الله ما را دستور میده شما همکاری داشته باشید با کارهای نیک و شایسته. هر کدام ما باید در راستای انفاق که گفتیم انفاق شاخه های و انواع و اقسام داره، هر کدام ما باید خود را از این خیر کثیر و از این نعمت عظیم و بزرگ محروم نسازیم. یکی با سرمایه، یکی با قدرت، یکی با ثروت، یکی با تبسم، یکی با کلام نیک، یکی با امر به معروف و نهی از منکر. بالاخره همه ما خود را به این خیر کثیر شامل داشته باشیم. جزاک الله خیرا. از اینکه گفتین انفاق مختص برای اغنیا نیست و هر کسی میتونه که انفاق داشته باشه، میشه که اشاره در جایگاه کسانی که انفاق میکنن پیش الله متعال و کسانی که فقیر هستند، جایگاه غنی و فقیر یک اشاره مختصری داشته باشین. در مسئله جایگاه فقرا و مساکین به نزد الله سبحانه و تعالی، این یک مسئله است که غنی نمیتونه بگه که من در راه الله سبحانه و تعالی نزدیکتر هستم به الله سبحانه و تعالی، و فقیر بگم من دورتر هستم چون فقیر هستم. رسول معظم اسلام میفرمایند که عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. کار مؤمن کار عجیبیه، تعجبیه. تمام امور برای انسان مؤمن خیر هست، چی فقیر هست و چی غنی. و این اصابته سرا، اگر برای انسان مؤمن سرا، خوشحالی رسید، نعمت رسید، فرحت رسید، فکان خیرا له، فشکره، پس شکر میکنه، فکان خیرا له. پس انسان غنی در سرمایه و ثروت خود وقتی بنده شاکر الله بود، به نزد الله سبحانه و تعالی قرب و منزلت پیدا میکنه. انسان فقیر و این اصابته ضرا، اگر برای یک انسان مؤمن مصیبت رسید، فقر رسید، بیچارگی رسید و بالاخره مظلومیت رسید، فصبره،
صبر میکنه فکان خیرا له، برای انسان برای ازی خیر هست. پس اغنیای ما اگر شکر کردن از طریق شکر به الله سبحانه و تعالی نزدیک میشن. فقرای ما اگر در او فقر و مصیبتی که برای اونها رسیده صبر کردن، از رای صبر به الله سبحانه و تعالی نزدیک میشن. خیلی از فقرای داریم که خیلی به نزد الله سبحانه و تعالی محبوبن، و اغنیای غافل داریم که هیچ به الله سبحانه و تعالی ربط و ارتباطی ندارن و هیچ نزدیکی ندارن. عکس خیلی از اغنیای داریم که محبوب الله سبحانه و تعالی و خیلی از فقرای داریم که خسر الدنیا و الاخره، هم فقیرن، هم در دنیا فقیرن، هم در آخرت فقیرن. چون در دنیا فقر و بیچارگی که دامنگیری نشده صبر نمیکنن، بی‌طاقتی میکنن و بالاخره شروع میکنن به جزع و به فزع و بالاخره به اینها از این دریچه مورد غضب پروردگار قرار میگیرن. پس بناهن الله سبحانه و تعالی میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت یک روزیه که نه مال به درد انسان میخوره نه اولاد مگر قلب سالم. حالا این قلب سالم، غنی هم اگر قلب خود را قلب سالم کرد محبوب پروردگار میشه. فقیر هم اگر قلب خود را قلب سالم کرد آن فقیر محبوب الله سبحانه و تعالی میشه. جزاک الله خیرا. به ادامه گفته هایتان میریم یک میان برنامه کوتاه میگیریم، انشالله که برمیگردیم انشالله در خدمت شما عزیزان هستیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هدایت آنان بر عهده تو نیست، ولیکن الله ارک را بخواهد هدایت می کند و هر انفاقی که می کنید برای خودتان است و فقط به رضای الله انفاق نمایید و ثواب هر مالی که انفاق کنید به طور کامل به شما داده می شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در روزی که سایه‌ای جز سایه پروردگار نیست 7 نفر در زیر سایه الهی قرار می‌گیرند و یکی از آنها مردی است که مخفیانه صدقه می‌دهد، به گونه‌ای که دست چپش از آنچه دست راستش داده با خبر نمی‌شود. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز، به خصوص علاقمندان برنامه لحظه های آسمانی از شبکه جهانی وصال حق. موضوع این هفته انفاق و شروط آن در قرآن کریم با کارشناسی جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. قبل از میان برنامه در پیرامون موضوع صحبت شد. واقعا انفاق و صدقه کردن، کسانی که دست غریبی را میگیرد در پیشگاه الله متعال جایگاه و مقام والایی دارد. خب جناب مولانا صاحب، بپرسیم که کسانی که کوشش میکنن بیشترین انفاق و صدقات و یا دستگیری دیگران را کوشش میکنن که در ماه مبارک رمضان داشته باشند، آیا انفاق کردن در ماه مبارک رمضان و ماهای دیگر کدام تأثیری در انفاق دارد؟ بدون شک ماه مبارک رمضان فضائلش، یعنی عظمتش، بزرگیش نسبت به سایر ماه‌ها زیاد هست. ماه مبارک رمضان ماه اجر و ماه یعنی فرصت زیبایی برای عبادت و الله سبحانه و تعالی در این ماه وعده قبولیت و وعده عفو و وعده بخشش و همه اینها، و چون همه خیر در این ماه جمع شده، از نزول قرآن گرفته تا شب قدر تا خود فرضیت روزه رمضان، وقتهای اجابت دعا، خب طبعا ماه مبارک رمضان ماهیه که به مصداق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ام المؤمنین عایشه روایت میکنن که رسول صلی الله علیه وسلم همیشه جود و بخشندگی داشتن، ولی جود و بخشندگیشان در رمضان بیشتر میشد و این نشان دهنده اینه که چون فصل عبادت و موسوم عبادت و وقت پذیرش و قبولی عبادت در این ماه بیشتر نهفته هست، طبعا انسان ها با ذوق و شوق و اشتیاق این که بیشتر صدقهشان مورد قبول درگاه الهی واقع بشه در این ماه اختصاص میدن. کار نیک و مبارکی هست. اما در قسمت این که ما باید انفاق و صدقه متوجه باشیم که شاید یک وقت غیر از رمضان ما انفاقی داشته باشیم که خیلی تأثیرش بیشتر باشه بالای فقیر و مستضعف که ما در رمضان بپردازیم. مثلا ما الله سبحانه و تعالی به ما نعمت سرمایه داده. غیر از رمضان ما میبینیم که یک شخص مریض افتاده هست و سخت محتاج کمک هست که برای از کمک بشه و ای از مرگ نجات پیدا بکنه. ما میگیم نه، کمک نمی کنیم، باشه که کمک در رمضان داشته باشیم. طبعا این کمک اغزر اثری در رمضان نداره که قبل از رمضان اگر برای او مریض کمک میشد اجر ثوابی و بیشتر و با فضیلت تر بود. پس بنابراین خود انفاق همانطوری که زمان ماه مبارک رمضان ما مد نظر داریم که زمان مبارک است، شهر مبارک است، در غیر رمضان هم کسانی که انفاق میکنن اگر زمانها مد نظر داشته باشن، یک زمانی میایه که همسایه ما خیلی گرسنه‌ایه، اما ما بگیم ما انفاق نگاه می‌داریم در رمضان، خود یا در رمضان او همسایه سیر هست و یا این که او همسایه ما شاید که از او مشکلاتی که داشته نجات پیدا کرده. پس بناهن انفاق در رمضان و غیر رمضان کار نیک و مبارک است و این که در رمضان دوستا و عزیزان اختصاص میدن از چندین جهت. رسول صلی الله علیه وسلم همیشه جواد بودن، سخاوتمند بودن، سخاوت در رمضان بیشتر بود و رمضان بیشتر و نزدیکتر به قبولیت هست و کسی که انفاق میکنه طبعا بیشتر به یاد خدا هست و از اعماق دل کمک میکنه و او کسی که صدقه میگیره دعای از او هم به اجابت نزدیکتر هست که برای انفاق کننده دعا میکنه. پس به هر حال در ماه مبارک رمضان از جهات گوناگونی که
انفاق بیشتر میشه، کار نیک و احسن و مبارک است، ولی نباید ما تمام انفاق خود را اختصاص به ماه مبارک رمضان بدیم. من اینجا جناب استاد بزرگوار به یک نکته اشاره کنم که خصوصا تعلق میگیره برای اغنیای ما، اینه که فقط رمضان بر رمضان به یاد فقرا هستند. این درست نیست. یا اینکه الفاظ مثلا فقیر وقتی قبل از رمضان میایه برای میگن بعد از بر رمضان بیا. خب بر رمضان این فقیر حالا یا مریض بود یا نتونست آمده، به یک شکل بعد از رمضان باز میایه، باز این فقیر میگه خود رمضان نیامدی، کجا بودی؟ باید رمضان می آمدی، فقط وعده ما و تو در رمضان. پس این الفاظ مناسبی نیست که با فقرا و مستضعفین و گفته بشه. به هر طریقی، به هر نوعی که شده، چی کم و چی زیاد، وقتی فقیر به طرف غنی میایه نباید اغنیای ما فقرا ناامید کنن، ولو که چی اندکی باشه و یک شی، ولو که هیچ چیزی نیست، سخن نیکو و یک تبسم داشته باشن برای فقرا و مستضعفین. تشکر و سپاس از شما جناب مولانا صاحب. میشه درباره اثرات انفاق در دنیا و آخرت شرح بدهید که چه تأثیراتی در دنیا و آخرت انفاق کردن دارد؟ مسئله انفاق و اثرات انفاق براستی هم همانطوری که اشاره کردیم، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت، نه تنها در آخرت بلکه در دنیا شخص انفاق کننده اثرات انفاق خود میبینه. اگر به طور خلاصه و فشرده فهرستوار بیان کنیم، از جمله اثرات انفاق اینه که رضایت الله سبحانه و تعالی به دست می آیه. به این انفاقی که ما انجام میدیم، به این صدقه‌ای که ما میدیم، به این دل شکسته و ناشادر به وسیله انفاق شاد و خوشحال میگردانیم، رضایت الله سبحانه و تعالی به دست می آید. وقتی رضایت الله به دست آمد، این بزرگترین اثره، بزرگترین ثمره، بزرگترین یعنی نتیجه همون صدقه هست. رضایت الله که به دست آمد، رضایت بندگان الله به دست می آید. شخصی که انفاق میکنه محبوب دلها هست، همه او دوست دارن، فقرا دوست دارن، اغنیا دوست دارن، همه دوست دارن. پس این اثرات انفاق و نفقه در راه الله سبحانه و تعالی. از جمله اثرات انفاق اینه که ایجاد اخوت و برادری. شخص فقیر احساس میکنه که من برادر غنی دارم و برادر غنی احساس میکنه که این فقیر برادر من هست. الله سبحانه و تعالی او را به فقر ابتلا و آزمایش کرده و مرا به مال و ثروت و دارایی ما آزمایش کرده. یک انسان را الله سبحانه و تعالی به صحت آزمایش میکنه، یکی به مرض آزمایش میکنه. این دار ابتلا و آزمایش هست. پس از جمله اثرات مسئله اخوت و برادری و محبت و صمیمیت بین اغنیا و فقرا و اینها. اثر دیگر اینه که یعنی هر انسانی ایر به تجربه میتونه ثابت بکنه که خود نفقه و انفاق انسان یک گمشده داره که او گمشده رو به دست میاره. هر انسانی که غمگینه، در حال اضطراب، نگرانی، پریشانه، یعنی آرامش را از دست داده، در راه الله انفاق داشته باشه. به مجردی که شما انفاق میکنیم در راه الله سبحانه و تعالی، جا در جا خداوند برای شما یک فرحت میده، یک خوشحالی میده که احساس میکنیم که خیلی راحتیم، خیلی خوشحالیم. این فایده انفاق یعنی فایده نقد او در دنیا هست که انسان دوست داره همیشه خوشحال باشه. پس کسی که میخواد خوشحال باشه، انفاق. چرا انسان خوشحال میشه؟ چون یک کسی را خوشحال کرده، او دل شکسته را شاد کرده و او انسان غم دیده را و او انسانی که پریشان و نگران بوده، پریشانی او برطرف ساخته. الله سبحانه و تعالی پریشانی این شخص و اضطراب و نگرانی این شخص برطرف میکنه. پس به دست آوردن فرحت و خوشحالی به وسیله انفاق هست. از جمله اثرات اینه که زدودن و از بین بردن مشکلات.
یعنی انفاق در راه الله سبحانه و تعالی. صدقه همین که گفتیم یا شنیدیم که صدقه رد بلا هست. چگونه؟ یعنی هر لحظه آفتها به سراغ انسان میآیه، مشکلات به سراغ انسان میآیه و این انسان چگونه خود را از این مشکلات وقایع کنه، چگونه خود را حفظ کنه؟ به وسیله انفاق. حتی مال خود را حفظ کنه به وسیله انفاق، جان خود را حفظ کنه به وسیله انفاق، زندگی و اولاد خود را حفظ کنه به وسیله انفاق. الله سبحانه و تعالی میفرماید، شما ببینیم اعجاز قرآن و مسئله انفاق، الذين یأکلون الربا، آیه مبارکه که ادامه میفرماید و یربی الصدقات یمحق الله الربا و یربی الصدقات. در عالم ظاهر مسئله ربا، سود، مسئله که هی بالای پول می آیه، اما یمحق الله الربا، سرمایه را از بین میبره، زندگی را از بین میبره، خیر و برکت را از بین میبره. مسئله ربا، مسئله سودی که ربا به ترجمه و تعبیر فارسی ما و شما سود میگن فلانی سود گرفت و بالاخره سود خورد. ربا در عالم ظاهر پول میآیه، بالای پول زیاد میشه ظاهرا، اما قرآن میگه این محو میکنه، همه را از بین میبره. صدقه شما از بالای پول خود بر میداریم، به فقرا میدیم، به مساکین میدیم. 100 روپیه داریم 20 روپیه میدیم، 80 روپیه مون به شما. قرآن میگه و یربی الصدقات، و یربی الصدقات، این نمو میده، رشد میده. صدقه سرمایه انسانه، زندگی انسانه، مال انسانه در اینه. و حتی آیه که قبلا اشاره شد از جمله اثرات یمین، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. پس از جمله اثرات انفاق اینه که مشکلات را از بین میبره و خیر و برکت در زندگی انسان، در عمر انسان، در حیات انسان میاره. همچنین از جمله اثرات انفاق امروزه اگر ما در بین جامعه خود میبینیم که یک جا مکتب زیبایی هست، مدرسه زیبایی هست، مسجد زیبایی هست، جایی میبینیم که به خاطر منفعت انسانها یک پل زیبایی ساخته شده تا مردم از بالای او عبور کنن، میبینیم سرک زیبایی ساخته شده. همه اینها وقتی که نگاه میکنیم در اصل اینها انفاقیه که انسانهای خیر کردن. مسجد برادرها انفاق کردن که ساخته شده، مدرسه انفاق کردن که ساخته شده. پس برمیگردیم به اثرات انفاق اینه که تعلیم و تربیه جامعه ما ارتباط میگیره به انفاق برادران خیر و برادران مسلمان و به هر کدام. پس هر کدام اینها از جمله اثرات و انفاق اینها است. مسئله از جمله اثرات که خلاصه کنم صحبت حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الصلاة نور، این نمازی که ما میخوانیم نور هست، روشنایی هست در روز قیامت. و الصدقه برهان، این صدقه و این انفاق این برهان هست، این دلیل هست. پس از جمله اثراتی اینه که در روز قیامت این صدقه میایه و بالآخره از ما دفاع میکنه. میایه و دشت سوزان بلندسر او کسی که انفاق کرده سایبان ساخته میشه و او در زیر سایه صدقه خود و انفاق خود استاده میشه. و از جمله اثرات که اثرات زیاد هست اینه که شخصی که انفاق میکنه صفات خبیثه و رذیله از وجودی دور میشه، مثل بخل، حسادت، اینها از وجودی دور میشه. اینها صفت هاییه که اینها وقتی که انسان بخیل بود انفاق نمیکنه، وقتی حسود بود انفاق نمیکنه، وقتی انسان حب دنیا در دل داشت انفاق نمیکنه. پس این نشان دهنده اینه از جمله اثراتی و که این انسان میره در لیست ایثارگرا یا انسان هایی که فداکاری دارن، ایثار دارن. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که در قرآن وقت بزرگترین مدال برای اینا داده شد رضی الله عنه و رضوا عنه، چون ایثار داشتن، انفاق داشتن در راه الله سبحانه و تعالی.
در لحظه ای که افتاده بودن در صحنه جنگ و نبرد و در غزوات و اینها، قصه و داستان مشهور هست که چند صحابه افتاده بودن، وقتی آب آوردن که یکی بنوشه، نگاه کرد که برادر پهلو تشنه‌تر هست، اشاره کرد به او بدهید. او گفت به او بدهید. 7 یا 6 نفر گذشت، او گفت پس ببرید به اولی. پس دوباره برگشتن دیدن که این شهید شده و این شهید شده. این ایثار هست. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. پس بناهن در قرآن عظیم و شان وقتی که تعریف صحابه رو میشنیم، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، نگاه میکنیم اینا ایثار داشتن، فداکاری داشتن، اینها از خودگذشتگی داشتن. اونی که علم داشت از علم خود انفاق میکرد، اوی قدرت داشت از قدرت خود، اوی که ثروت داشت از ثروت خود. پس اثراتی و ای شد، نتیجه ای شد که الله سبحانه تعالی در شأنشان گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه. پس اثرات صدقه در دنیا و در آخرت که از او جمله آیه قبلی را اشاره کردم که وقتی ملک الموت به بالین انسان می نشینه که انسان را قبض روح بکنه، او میگه رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. چرا میگه فاصدقه؟ چون اثرات صدقه رو میبینه، نتایج صدقه رو میبینه و فواید صدقه رو میبینه. جزاک الله خیرا. الان اگر اشاره داشته باشین برای کسانی که انفاق را به طور ظاهر، یعنی هم صدقه و انفاق میکنه، کوشش میکنه که این انفاق کردنش دیگران هم ببینن تا اینکه پندی بگیرن، و کسانی که انفاق میکنن خفیه انفاق میکنن، تأثیر این دو نوع انفاق کردن در جامعه چی هست؟ مسئله سرا و علانیه، مسئله پوشیده و یا اینکه واضح و آشکارا کسی که صدقه میده، الله سبحانه و تعالی در قسمت صدقه دادن برمیگرده به مسئله انما الاعمال بالنیات. کسی که سرا صدقه میده، قرآن میفرمایه که و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اگر مخفی صدقه داده بشه، حالت پنهانی صدقه داده بشه، این بهتر هست، افضلتر هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت 7 گروه زیر سایه عرش پروردگار عالم قرار دارن. یک گروه کسی هست که چنان صدقه میده، چنان انفاق میکنه که اگر به دست راست داد دست چپش خبر نمیشه، و اگر به یمین داد شمال خبر نمیشه، و اگر شمال داد یمین خبر نمیشه، دست راستش خبر نمیشه. این خیلی بهتر هست. اما به خاطر اینکه این صدقه علنی میده تا اینکه چند نفر دیگه تشویق بشن، در جامعه میبینیم که مردم علاقمند نیه به صدقه دادن، به انفاق کردن. خب یک شخص هم بیایه مخفیانه صدقه خور بده، خب این همی قضیه کامل پوشیده ماند تا همیش پوشیده میمانه. به خاطر این که بتانه او فرمول هایی که در وجود انسان هایی که دارن و صدقه نمیکنن خوابیده و اونها را بیدار بکنه، میایه علنی صدقه میده تا اینکه دیگرها هم. ما داریم در صدر اسلام اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم سبقت میگرفتن نسبت به هم دیگر، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق و اینها، که هر کدام، حتی سیدنا عمر میگه که من تصمیم گرفتم که در راه الله چنان انفاق بکنم که در این مرحله از ابوبکر صدیق پیش باشم. وقتی که میاد کل مال را نصف میکنه، نصف را میگذاره و نصف میگه امروز دیگه من از سیدنا ابوبکر پیش میشم. وقتی که مال را میاره که سیدنا ابوبکر صدیق کل سرمایه را آورده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ای ابوبکر چی در خانه گذاشتی؟ میگه یا رسول الله فقط خدا و رسول را گذاشتم، کل سرمایه در راه الله آوردم. سیدنا عمر از اونا پرسان میشه یا عمر شما چه کار کردید؟ چی آوردید؟ میگه یا رسول الله من کل سرمایه خور نصف کردم، نصف در راه الله. به اونجا سیدنا عمر میفرمایه که والله نتانستم که از ابوبکر سبقت بگیرم. به اینه که شما ببینیم کل مال در راه الله انفاق بشه، نصف مال در راه الله انفاق بشه، این مسئله ساده نیست. امروزه کسانی که انفاق میکنن چند فیصد از اصل سرمایه انفاق میشه، چند فیصد از سرمایه‌ای که داریم. حتی میترسم جناب استاد بزرگوار که
شاید بعضی از اغنیای باشن که نسبت به زکات هم غفلت کنن که همین زکات هم درست و صحیح ندن، چی برسه به مسئله انفاق و صدقه نفلی و اینها. قرآن عظیم الشان اشاره میکنه که و فی اموالهم حق معلوم، این فقرا حق دارن به این مال شما. این کسی که زکات میده این حق فقرا هست که میپردازه، این جای این نیست که به کسی منت بگذاره و بالاخره. پس بناهن اگر کسی میتوانه که مخفی صدقه بده بهتر هست، و اگر میدانه که این صدقه را اگر علنی بدم ریا میشه و عجب خواهد شد و سمعه خواهد شد و خدای نخواسته اثر خوبی نخواهد داشت، کاملا سری داده بشه. اما اگر به این نیت که دیگرا هم از من پند بگیرن و به این ادامه بدن، کار نیک و کار مبارکیه. پس به هر حال قرآن میگه سرا و علانیتا فلهم اجر عند ربهم، هر دو درست هست به شرطی که خالصا لله باشه. جزاک الله خیرا. تا این دم که گفتیم از انفاق گفتیم، الان سوال قسم اخیر پرسان میکنیم که شروط انفاق کردن چی است؟ یعنی در انفاق چه شروط های نهفته است؟ و خیلی جالبه که ما سخن اخیر ما ای بود که به شرطی که خالصا لله باشه. یکی از شروط اخلاص بود، بیان شد که اخلاص باشه. الله سبحانه و تعالی وقتی که در قرآن اشاره میکنه که الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، در راه الله وقتی انفاق میشه فقط رضایت الله سبحانه و تعالی و مسئله اخلاص باید مد نظر گرفته بشه. اولین شرط از شروط انفاق اخلاص هست. اگر کامل همه شروط برابر باشه و اخلاص نبود ارزش نداره. مسئله اخلاص مسئله که روح عبادت هست، یعنی جسمی که در ازو روح نباشه هیچ حرکت نداره، بینایی نداره، تکلم نمیتونه کرده، شنوایی نداره. پس روح عبادات ما و شما مسئله اخلاص هست که الله سبحانه و تعالی در مسئله اخلاص آیات زیاده مطرح کرده و له الدین مخلصین آمده، مخلصین له الدین آمده. و همچنین شیطان حتی جالبه که میگه همه گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانی که اخلاص دارن و مخلصین هستن. شعار ابراهیم علیه السلام ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له، همه باید به خاطر الله باشه، تمام عبادت. پس بناهن انفاق شرط اول اینه که اخلاص باشه، للهیت باشه. دوم، حالا اخلاص که بود، مسئله پاک بودن مال که انفاق میشه. ان الله طیب لا یقبل الا طیب، الله پاکه قبول نمیکنه جز پاکیر. و الله سبحانه وتعالی در قرآن هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، شما انفاق میکنیم از طیباتی که کسب کردیم انفاق کنیم، شیء پاک حلال، نه این که شخص دزدی کنه انفاق کنه، رشوت بخوره انفاق کنه، مسئله ربوی سود باشه انفاق کنه، این فایده نداره، اثر نداره در این. نکته دیگر از شروط اینه که مالی که انفاق میشه دوست داشتنی باشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چیزی که دوست داریم در راه الله سبحانه و تعالی انفاق کنیم. در ادامه آیه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجناکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیه، شما چیزی که انفاق میکنیم متوجه باشیم که اگه کسی همون چیزی به شما انفاق میکنه شما دل پذیرش داشته باشیم، نه اینکه چشمان خود را ببندیم و بالاخره او رو بگیریم، نه. پس بناهن از شروط اینه که چیزی که در راه الله انفاق میشه او باید دوست داشتنی باشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز پذیرفته نمیشه الا که مگر او چیزی که انسان دوست داره در راه الله سبحانه و تعالی. نکته دیگر اینه که از شروط در انفاق، کسی که انفاق میکنه انفاق از او دیگه حالت منت گذاشتن نباشه.
قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. متاسفانه که بعضی از انسان ها، بعضی شاید خیلی قلیل و اندک باشن، که وقتی انفاق میکنن یک حرف هم میزنن که شاید دل فقیر بشکنه، و یا این که یاد میکنن که 2 ماه قبل برای تو کمک کردم، 1 ماه قبل برای تو کمک کردم، سال گذشته هم به تو چی دادم، یا این که یک روزی شاید این شخصی که کمک کرده یک احتیاجی به این فقیر داشته باشه و بیای برای اون منت بگذاره که من دیروز به تو کمک کردم، تو امروز این کار را انجام نمیدی. یا مثلا خصوصا موسم های رای و رایدهی و اینها، اگر یک شخص غنی بالاخره دیروز کمک کرده باشه، امروز خورکندید کرده باشه به یک پست و مقامی، برای فقیرا بگه من بودم که دیروز به شما کمک کردم، دیروز به شما انفاق کردم. این دیگه از جمله شروطی یعنی که منت گذاشته نشه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حتی در ادامه این آیه، قبل از این آیه میفرماید قول معروف خیر من صدقه یتبع اذى. سخن نیک خیلی بهترتر از این صدقه که به خاطر اذیت باشه، به خاطر منت گذاشتن و اینها باشه. نکته دیگر اینه که همونطوری که در ابتدا اشاره کردیم که اخلاص باشه. مسئله صدقه از شروط اینه که ریا نباشه. ریا چیه؟ اینه که نشان دادن نباشه. به خاطر این انفاق نشه که مردم بگن فلانی انفاق میکنه، فلانی بالاخره آدم سخاوتمندیه، فلانی چقدر جواد هست، چقدر بخشنده هست. نه، قرآن عظیمشان ببینیم وقتی صفات دوستان الله بیان میشه، دوستان الله وقتی که انفاق میکنن، طعام میدن، وقتی که کمک میکنن، چی میگن؟ انما نطعمکم لوجه الله. ما طعام دادیم شما به خاطر الله. حالا به خاطر الله شما ببینید که اینها حتی طلب چی ندارن. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. حتی اینها نمیخوان کسی از اونها تشکری کنه. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. حتی نمیخوان کسی وقتی که کمک میکنه برای اینها جزاک الله، خیر ببینی، در این قسمت خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. اما وقتی اینها نمیخوان، این که فقیر دعا میکنه، این که فقیر تشکری میکنه، او بس جداگانه هست. اما خود شخص، کسی که انفاق میکنه، از شروط اینه که در انفاق ریا نباشه، در انفاق عجب نباشه. به نظر خو نیایم من بودم که کمک کردم، دیگرها کمک نمیکنن من کمک کردم. آمدن به نظر. مسئله سمعه یه حالتی نباشه که من انفاق کنم که تا به گوش دیگرها برسه و دیگرها شروع کنن به تعریف و به توصیف و به اینها. و همچنین از جمله شروط، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، که بهتر همونه که سری باشه، چون سری از ریا بدور هست. طبعا شیطان وقتی که انفاق علنی باشه، او به سمت سوی ریا و به سمت سوی بالاخره مسائل و اینها عجب و سمع و اینها میکشانه. و این خفتم، الله سبحانه وتعالی میفرماید که و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، برای شما بهترتر هست که پوشیده بشه. همچنین از جمله شروط انفاق اینه که حد وسط رعایت بشه در انفاق. بعضی انسان ها چنان انفاق میکنن که هیچ برای خود نگاه نمیدارن. این که از سیدنا ابوبکر صدیق اشاره کردیم، او ایمان سیدنا ابوبکر صدیق تا ایمان ما انسان های امروز، اگر بگم زمین تا آسمان هم فرق داره، شاید مبالغه نکرده باشم. مسئله حد وسط رعایت بشه. نشه که شرعی هم چنین هست، نشه که چنان انسان انفاق کنه که فردا خودی محتاج باشه و نه این که چنان گرفته باشه که هیچ انفاق نداشته باشه. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. صفات عباد الرحمن، بندگان الله سبحانه و تعالی، کسانی هستند که در راه الله انفاق میکنن، لم یسرفوا ولم یقتروا، نه افراط میکنن نه تفرید. پس چیان؟ لم یسرفوا ولم و کان بین ذلك قواما، در وسط، آنچه که در توانشان هست
و آنچه که با مشقت نمیافتند، این از جمله شروط انفاق هست. الله سبحانه و تعالی توفیق بده که شروط خصوصا و بالاخص که مهمترین این شروط همان مسئله اخلاص بود و مسئله پاک که انسان از راه حلال به دست بیاره و انفاق داشته باشه. جزاک الله خیرا. تشکر از شما جناب مولانا صاحب. در قسمت اخیر از برنامه قرار داریم. اگر شود آخرین سخنتان را برای کسانی که انفاق میکنن و برای کسانی که انفاق صدقه میگیرن داشته باشین، خصوصا در این ماه مبارک رمضان. سلامت باشیم. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و همه بینندگان عزیز و گرامی مورد قبول درگاه خیش بگردانه و لحظات مبارک لحظاتی است که همه ما رو به طرف افطار می رویم. حالت است که همه لبها خشکیده هست، ولی حدیث رسول صلی الله علیه وسلم که برای صائم دو فرحت هست. یک فرحت افطار، وقتی که افطار میکنه، برای انسان مؤمن یک حالت که افطار میکنه خوشحال هست، و فرحت دومی که لحظه‌ای که چشمش به دیدار پروردگار عالم باز میشه. الله سبحانه و تعالی همانطوری که توفیق روزه گرفتن رو به ما عطا کرده، الله سبحانه و تعالی از ما بپذیره و ما را از دیدار خود محروم نگردانه. و الله سبحانه و تعالی به عزیزانی که نعمت سرمایه داده، نعمت علم داده، نعمت قدرت داده، نعمت قوت جسمی داده، الله به ما توفیق بده که از این نعمت هایی که الله به ما داده در راه الله ایثار داشته باشیم برای فقرا و مستضعفین و بینوایان. و خصوصا و بالاخص توصیه برای اغنیای عزیز و بزرگوار اینه که در این ماه مبارک رمضان هدف اصلی و کلی اینه. الله ضرورت نداره که لبهای ما خشکیده بشه، الله ضرورت نداره که رنگ ها بپره، الله سبحانه و تعالی ضرورت نداره که ما لاغر و ضعیف بکنه. الله سبحانه و تعالی این روزه را آورده تا ما طعم گرسنگی رو بچشیم، طعم تشنگی را بچشیم. الله سبحانه و تعالی این رمضان را آورده تا بفهمیم که گرسنگی سخت است، تشنگی سخت است، و ما را میخواه عملا واقف کنه از حال فقرا و مستضعفین و بینوایان. پس بناهن از همه اغنیای عزیز و بزرگوار این خواهش را دارم که سر بزنید به خانه فقرا و مستضعفین و اونها را از اون انفاق خود خوشحال و مسرور بسازید. و همچنین برای فقرای عزیز و گرامی توصیه من این هست که اگر امروز فقر دامنگیر شما شده، شما صابر باشید. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پاداش شما عظیم و بزرگ و بی حساب است و از این صبر به نزد الله سبحانه و تعالی قرب و منزلت پیدا می کنید. الله سبحانه و تعالی اغنیای ما را توفیق شکر و فقرای ما را توفیق صبر عنایت بفرمایه و طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه خیش داشته باشه. تشکر از شما جناب استاد. تشکر، سپاس از شما که در برنامه حضور گرفتید و الله متعال برای شما جزای خیر نصیب کنه. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این روز که لحظه های آسمانی تحت عنوان انفاق و شروط آن در قرآن با مولانا صاحب خدمت حضور شما عزیزان تقدیم گردید. خدا کند که در این لحظات افطاری روز مبارک رمضان همدیگر را از دعاهای خیر خود فراموش نکنیم و به حق همدیگر دعا نماییم و در انفاق و صدقه دادن کوشش کنیم و دست فقیران را بگیریم. به امیدی که الله متعال طاعات و عبادات همه من و شما را قبول درگاهش بدارد. شما را به الله متعال می سپارم. الله یار و مددگارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.